رفقا چطورید؟ خوش اومدید با ویدیو دیگه از چیت آنلاین. آقا اومدیم این دفعه هم گفتیم یه ویدیو دیگه از چیت آنلاین بذاریم، ادامه هم آموزش داریم در ویدیو که چه کارهایی کنیم برای کسایی که تازه شروع کردن و نمیدونن دقیقاً چیکار میخوان کنن. همین که اصلا هدف از بازی کردن چیت آنلاین چیه؟ آیا اصلا پولی توش هست؟ پولی به دست میاد تو واقعی یا نه فقط تو بازی؟ راستیاتش رو بگم بله. چیکار باید کنید؟ مثل من بازی کنید، ویدیو بزنید. نه شروع کردم در ادامه راه روش به دست آوردن پول واقعی هم از همین توتوریال هم بهتون میگم اما چطوری شد تو ادامه بازی متوجه میشین. پس بریم سراغ ادامه بازی و میریم. بله ماشینم هم چپ کرد ولی نه برگشت، قابلیت شده برگرده. خب ماشین صورتی قشنگم. خب من خودی کاراکترم خیلی دوستم. خیلی کسایی که بازی میکنن همون یه راسته یک کاراکتر میخوام بعد میگن خب با همین ادامه بدیم. که آقا کاراکتر تنها چیزی که تو دوست داری باش بازی ادامه بدی. پس همیشه تو انتخاب کاراکتر دقت کنید. خب چطوری آقا؟ چی داری؟ آدم خرسی داری؟ نداره مثل فقط شکلات و مکولات داره. ای میاره درستت میکنم. خب دیگه چه خبر؟ چی؟ عجب آدم بی ادبی هستی تو. ای ازت خوشم نیومد درستیتش. نه در من شاخ در میاری. آها میزنمت. خب اون وقت عکس که همیشه همینن مردم به جای که مثلا اومد به دادش میرسید کمک میکرد مثلا بیاد آره منو بزنی که داشتم میزدم اونو، اومد فقط عکس گرفت. مرسی که اینقدر مردم آمریکا هم همینطور فقط دنبال فیلم گرفتن و اینا بدون که اصلا فکر کنه فقط آره دیگه بدون که اصلا نه آقا جونمون در خطره داره ازش دزدی میشه. اون پلیس هم که اینن چی واقعا پلیس ها جون که راحت میشه دور زد و چرتون والا. خب پلیس هم که راحت بفهم این راحتی دورشون زدن پلیساشونو. خب در خلاف جهت راننده کنیم. ولی ششم تو جهت بشیم. اون پلیس هم که این طرفه. خب حالا گفتیم در این نزدیکی ها هم یه بیت باکسی با هم بریم. حاضر یه بیت باکسی هم بشنیم؟ من خواهم بیت باکسر نیستم ولی دوست داشتم یه تو ویدیو یک از ویدیو هم یه بیت باکسی برم. پس بریم. خب دیگه بسته. خب این سوال بازی اصلا قرار نبود بیت باکس برم. اصلا من بیت باکس هم آخر راستیتش نه آموزشی رفتم نه چیزی خلاصه بداهه‌ای که بداهه بیت باکسر بودن که 100% بیشتر ویدیوهای بیت باکس می‌ذاشتم چون اصلا بیت باکس این هنره. حنجره نوازی به قولی یه هنره اصلا. هر کیم یه هنری داره. منم یکی از استعدادام گیمرم. خب بریم در خانه خودمون. خب این مرحله رو ببینیم آیا کسی می آید؟ نه ملش بعدن حالا میریم. اگه حالا یک کسی اومد و اینا اونم میریم. اگه کسی بیاد واقعا راستیتش اگه کسی واقعا بیاد اومدیم $1700 بریزیم در حساب یه پولی داشته باشیم. خب بریم سراغ ادامه کار. درسته میریم بچه میرسید با خود آدم سر میشه بیت باکس هم یکم بذارید خودم بیت باکس هم بدم.
چون بچه خود چین رادیوی ویدیو پلیر بازی پخش نمیشه. چرا؟ دقیقا حوالی کپی رایت اینا خود بازی وقتی روی ضبط میکنه قطع میکنه، واسه همین من میشنم ولی شما نمیشنید. حالا بخوام کپی رایت پاک کرد بس خودم براتون میکنم. خب چی بخوام میمونه اگه بری در خوشی برام نمیمونه، اینو بدون که دوست دارم من دیوونه، ایشی به غیر قدر تو نمیدونه میمونه، این کارا تو ذهن من میمونه، چرا اینقدر کردی تنهام دیوونه. درخواست شدم خودم وقتی آهنگ بود نکن یه قصه لازمه بیشتر هم خوشم میاد، اونو بلدم برخیال خودم دقیقاً همینطوره. خب بریم سراغ ادامه مرحله. خب بچه بذار بگم دقیق بهتون بگم، من این بازی رو یعنی بازی کردم فیلمشو گرفتم الان دارم ویدیو خودم هم میذارم. من اینطوری هم سبک ویدیو میشه که بازی رو ویدیوشو میگیرم ثبت میکنم تو PS4 بعد میرسم تو هارد اکسترنال اینا، میرسم تو لپتاپ دیگه، از اون طرف با OBS میریم که ضبط کنیم، حالا با OBS یا هر برنامه دیگه‌ای میام ضبط می‌کنیم دیگه. دقیقاً و با این میکروفون ریزر بزرگ نگاه کنید که اینو بچه‌ها از طریق درآمدزایی کسب درآمد خودم به دست آوردم، خودم زحمت کشیدم. حال کنید یا از 18 سال به بعد دست تو جیب خودت بیار، جیب خودت چه نخواد دوست داری خودت کار کنی، نه که منت باباتو بری بکشی و دینا از بابات بری پول بگیری. بعضی هست بعضی که این شکلی هست منت باباشونو میکشن پول باباشونو میگیره ولی من نه اینجوری نیستم. باشون هم عکسایی که اون دو تا عکسم که اولین عکسایی بود که با کاراکتر چیتام منم گرفتم موقع موش قهوه‌ای بود، بعد میش قهوه‌ای تیره. آره ها ببین خب دیدیمش. خب بریم سراغ ادامه بازی ببینیم چه پیش می آید در ادامه راه میبینیم با هم. خب پس 1 2 3 بارا میشنوی هر نفسم رو واسه پازن دم یار. خب اوکی میریم سراغ ادامه بازی. بذار یکم صدای مدیا رو کمتر کنیم که صدای خودم الان گفتم صدای خودم بهتر دارید، صدای خودم رو در اوج دارید. صدام میتونم بیشتر کنم، صدام میتونم بیشتر کنم در این حد، صدام میتونم بیشتر کنم در این حد. حال کنید. یک از این خودی چیتمانه که خیلی دوست داشتم اینا یه را اینه حالا اینم ماشینه منه که اون که روش چادر کشیدم چرا چون خیلی وقته گرفتمش. وقتی ماشینتون رو که تو بیکر کارگو تو ورهاوستون بعد از یه مدت میگذره فکرم حالا چند دقیقه من چند روز ولی خب میگذره روش یه چادر میکشن. خب این پلی پس همیشه بچه‌ها کسایی که هنوز چیز من رو شروع نکردید
همون اول تو انتخاب کاراکترتون خیلی دقت کنید، انتخاب نمیدونم چهرهش و اینا، چون همون قراره یه عمر باش بازی کنید. یعنی که میتونید عوض کنید ولی خب باید یه پولی هم بدید دیگه. ولی خب همین اول کاراکترتون درست انتخاب کنید دیگه لازم نیست پول عوض کنید. خب یه کاراکتر برام بد انتخاب شد دیگه، خب آقا میری درستش میکنی، یعنی میتونی تغییر قیافش بدی، همونو میتونی تغییر قیافش بدی. آره قداشون هم که تقریبا همشون یکسانن، تقریبا بعضیشون کوتاه هستی هم بلند هست ولی تقریبا یکسانن. مثلا کاراکتر قد 6 فوته ولی با این حال با پاشنه بلندایی که بقیه زنه میشن خیلی ازشون کوتاه‌ترن. آقا مثلا تو اون عکسی که دقت کرده بودید تا 6 فوت بود. آره 6 فوت بود، نمیدونم فقط از یکی چشم دیگه نگذشته فقط تا اون 6 فوت بود. داره بازم خوب قد 6 فوت خوبه، بالا سر افتاده. اینا ماشینای منه، اینا ولی با کدوم بریم نمیدونیم. ایدهتون درشون هم قفله. چرا؟ ورهاوس قفل میکنه تا وقتی که شما بخواید بفروشیدش. و اگر موقع اگه همینطوری بود آدمی همون ماشینا بندش برای خودش کیم یعنی نه اگه غیر این نیست. خب این ماشین یا این ماشین، آره بذار ماشینام رو دقیق بهتون نشونم. یکی هم این دوتا ماشین، مثلا این یکی ماشینه که خیلی زحمت کشیدم برای گرفتنش، آقا بفروشمش اینا. مثلا نمایشگاه دارم من، نمایشگاه دارم ماشینم در GTA آنلاین. واسه همیشه بیزنسمنم، البته تو بیزنس کوچم. آره من یه تاجرم، تا میکنم جیر میدم، تمام. من یه بیزنسمنم، بیزنس رو میبرم. خب بچه هر موقع تو ویدیو مثلا من خودم ویدیو میگیره خندش هم میگیره دیگه، هر موقع خندتون گرفت به 60 دستتون نگاه کنید. دقیقا اگه 60 نبود 70 بود 10 تا هم ازش کم کنید ولی باز نگاه کنید دقیقا. خب این سال ادامه بازیم بریم کدوم حالا بریم بفروشیم میترنجه رو. نه بعد 50 ثانیه دیگه بگذره تا ما بتونیم فروش آغاز کنیم و ماشین تحویل فروش ماشین تحویل خریداران عزیزمون بدیم که سفارش دادن ماشینا رو. آره 30 ثانیه بعد بگذره از ما ارزونتر ماشین رو میخرن. آره یه قرار بود ما هم گرون بدیم، خب کسی از ما نمیخرید، میریم ارزونتر میدیم ولی ارزونتر هم میخریم. اوه 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 بابا من بیزنس کوچم، تمام شد رفت. بچه خیلی هاتون که الان دارید میگید با این هدف دوازگان جیدان چیه، این اوایلش بله اذیت میشید خیلی واقعا، یعنی هیچ جذابیتی برات نداره مثل زندگی واقعیش. تو وقتی میری وارد یه کاری میشی وارد شغل میشی اولش واقعا برات هیچ انگیزه‌ای نداره که بری بجز اون پوله بجز اون حقوقه. اولش مثلا اوکی یه تو $1000 میگی خب باز ادامه میدم ولی همون $1000 دیگه بعد کم میشه، میگی نه بیشتر میام یه کارهای دیگه میکنم بیشتر در میارم، مثلا میام یه مهارت بیشتر یاد میگیرم میرم این یکی کارو من انجام میدم میرم سمت این کار. خب انا مثلا من تو این نمایشگاه ماشین بذار تو این بذاریم 62000. خب همیشه دنبال پیشرفت نمیگم نباشید، در پیشرفت هم هستید سعی کنید که حق کسی رو نخورید خواهشم. یعنی نمیدونم شما هم فکر کنید امید کسی رو دست بدید، یعنی دستش بدی دست اون یعنی در بیارید، واقعا چیزی به خودتون اضافه نمیشه. مثلا موقعیت شوخیه که حق اون یکیه و اون بستمتی شده، تو بیایی با ناحقی ازش بگیری نامردیه و یه روز هم اون پست از تو گرفته میشه، یک نامرد دیگه میاد از تو اون پست رو میگیره. پس هیچ وقت سر کار سر شغل سر کی هیچ وقت خیانت نکنید، هیچ وقت. این یه مهارت. و این که آقا من نوجوانم، من اصلا 18 سال به بعدم هنوز نمیدونم چه کسب و کاری شروع کنم چی کار کنم اینا. آقا یه کار کن، چنل من رو سابسکرایب کن،
چه تو یوتیوب چه تو آپارات منو دنبال کن. من ویدیوهای آموزشی هم میذارم براتون، اگه خودتون ببینید، اگه خودتون دوست داشته باشید حمایت کنید که من بیشتر براتون میذارم. شما که بالا بیشتر علاقه دارید ویدیو گیم ببینید، ولی اگه علاقه داشته باشید همین زیر این ویدیو کامنت بذارید آقا چه ویدیویی دوست دارید، من هر مهارتی بخواید بهتون آموزش میدم. میخواد پاورپوینت باشه، میخواد برنامه‌نویسی باشه، میخواد هر چی باشه، من بهتون آموزش میدم. من واقعا در حدی هستم که بیام حتی اکسل، پاورپوینت، هر چی در این ساده ها، نه ساده نه خدا که پاورپوینت حرفه‌ای نه که سختی‌های خودش داره، مثلا که آدما میتونن ساده‌ش هم درست کنن، ولی مثلا حرفه‌ای تر بخواید براتون درست میکنم، آموزششون میدم چطوری درست کنید. یعنی ماهیگیری رو بهتون یاد میدم، ماهی بهتون نمیدم، ماهیگیری رو یادتون میدم. اگه خودتون بخواید چنل من دنبال کنید، اگه چنل من اصلا 1000 سابسکرایب رو بگذرونه، چه تو آپارات و چه تو آپارات و چه تو یوتیوب، تو هم 1000 سابسکرایب رو بگذرونه، تو آپارات هم از حالا بگیم 500 تا دنبال کننده رد بشه که من مانیتایز شم، 100% براتون آموزش ویدیو آموزشی میذارم. مثلا چنل هم میرم سمت آموزش طوری، آموزش محور. اگه خودتون بخواید، اگه خودتون نخواید دیگه نه، بس به خودتون داره رفقا. یک دوسته این ماشینم ببریم سمت کارش. خب این ویدیو براتون اسکیپ میکنم تا برسیم. نکنید فاصله چقدره. خب بذارید دقیق بهتون. خب اینجا بود که من ماشین تحویل صاحبش دادم. اینجا خب دلیور اعتبار دادیم ماشینو، ولی 1400 تا کم شد به خاطر اون تیرایی که اون ایجنت های راکستار باعث شدن که این اتفاق بیفته. راکستار خب معنی یه اذیت هایی هم میکنن تو بازی، ای راکستار شیطون. ولی خب باز راکستار دمیشم که لازم نیست با DNS این بازی رو بازی کنیم. خیلی بازی مثل فورتنایت باید DNS رو بازی کنیم، ولی این اصلا لازم نیست با DNS. همینطوری بدین باز میشه و نیازی نیست. چیتونو شاید بازی خفنی ارزش خرید داره، بخرید. خب تبلیغ نکردم، کلا دوست دارید همچین بازی آنلاینی ها واقعا بهتون میچسبه. خب اینم که اسیستنتم زنگ زد گفت خب دمت گرم رسوندی، بیا دوباره آفیس یه ماشین دیگه ببر، یه ماشین دیگه بپوش. من نه اینطوری نیست، من همش نمیرم سراغ یک کار، دوستم کارهای دیگه هم برم. خب اینطوری است. خب بریم اسکیپ کنیم. خب لباس همون هم عوض کردیم و خب در اینجا رفتیم سراغ یه میشن دیگه که بلش میشه جذابی نبود، بهتون پیشنهاد میکنم ببینید. ببینیم بعدش چه کردیم. بعدش هم که رفتیم یه نیو سیشن. بعدش رفتم کرو عوض کردن. کرو بعد گفتم برگردم به کرو ردت. اولین کروم ردت بود. کرو خوبی اگه مثلا دوست داشتید بیاید اوزای کرو بشید، این کرو براتون بهترین گزینه است واقعا. برای ما که اذیت میکنیم ولی گزینه دیگه هم هستن. خب مثلا چه عضو شدیم و اینا، ولی اینکه چطوری عضو شدیم و اینا، مثلا این شکلی وقتی عضو میشید این حالت پیش میاد. مثلا ادوباره میتونید یک کاراکتر دیگه عوض کنید. یکی از راه کاراکتر عوض کردن بدون پول این شکلیه. یعنی خب من کاراکتر خودم دوست دارم و هیچ وقت نمیدمش به یک کاراکتر دیگه. مثلا این کاراکتر که اصلا پیر بود، معلومه تفش شد. آره واقعا 50 سالی داشت، ولی خب کاراکتر من خب جوون بود دیگه. خودم مثلا اینو جوون گذاشتم چون بالاخره کاراکتر جوون رو دوست دارم، نه کاراکتر پیر. بعضیش رو رندوم براشون میفته، افتاده نمیدونم تحقیق چه ندارن اینا، اصلا کلا همونو با همون میان، در اصل واقعا با کاراکتری که دوست نداشتن و اینا نیان تغییر شدن و ادامه دادن و هنوزم ناراحتن. پس همون اول بازم میاد انتخاب کاراکترتون. دقت کنید رفقا. بچه‌ها دیگه اینم که اوکی و بچه‌ها اینم ویدیویی از
نمای روشوی حمام من در جی تی ای. چه باحال ها. خب به به، هوا بارونی چقدرم دلچسب. به به خوش اومد. مرسی تا ویدیو بعد. فعلا رفقا مراقب خودتون باشید.